You look right in my soul. I am drowning in this gaze. Your eyes are like sweet honey. I would get there. Your eyes, in them I drown. To bottomless ocean. Your eyes are fraught with spring and the poison of the heavenly dove. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ سلامتین؟ اومدم که با این صفحه دیسک ماشین براتون اینو بسازم. نه اینو بسازم. دستام هم سیاه شد. بریم مراحلشو با هم بسازیم دیگه. این سه تا پینو صدای اینو قطع کنم. این سه تا پینو میبریم که بتونیم این رنگا رو جدا جدا بزنیم. الان بهتون میگم چی به چیه. خب بچه ها با فرز این پینا رو سرشون رو بریدم، بعد با چکش زدم. این دیسکی که هست از این جدا شد. الان این خیلی سبکتر شده، خیلی اوکی شده. بعد میخوام اینو جدا کنم که بتونیم اینو جدا رنگ آمیزی کنیم و این پوسته رو جدا. الان بذار ببینم این چجوری در میاد. احتمالا این فنره رو باید آزاد کنیم که اون بتونه در بیاد. خب بریم ببینیم که تو ادامه قراره چه رنگی به این بزنم. به به. قبلش بشورم، آمادش کنم، بریم با هم اینو رنگش کنیم. بزن بریم. منتظر میشیم که این خوش بشه، بیایم یه دور دیگه از این رنگ دوپلیکالر بزنیم. آلمانی خیلی خوبه. اگه تونستیم پیدا کنید حتما از این رنگ بخرید بزنید. بچه ها رفتم دادم سریع این تابلو سازی ها انجام میدن. این هم شماره 12 از فلکسی یه همچین چیزی. خلاص اینا رو درست کردم تو سایز 4 سانت 5 سانت و 3 سانت که ببینیم کدومش به دردم میخوره. یه بار دیگه برنگردیم اونجا، بریم ببینیم چی کار میکنیم ادامه ویدیو. خب برعکس برگشتیم، ببین چی ساختیم. به 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 به.
ببین برای این وسطش یه دونه واشر لازمه دیگه. البته این سوراخش یه خورده گشاد بود، رفتم یه واشر این سایز یه خورده سوراخش کوچیک‌تر بود خریدم، آوردم جوش کردم وسط اینم به این جوش کردم. ترمیم رنگ نیاز داشت، جایی که جوش سوزونده بود ترمیم کردم، خوش شد. و حالا بریم برای مونتاژش. بچه اینجا 3 تا از این گوشه ها داره. خب ما اینجا رو میگیریم ساعت 12 و بالای ساعت. خب اینو من ببندم. And then I drown to bottomless ocean. Your eyes are fraught with spring and the poison of the heavenly dove. خب بچه ها اینم از ساعت خوشگلمون. امیدوارم که این ویدیو رو پسندیده باشین، پس لایک یادتون نره. برای کسایی که مکانیکی دارن، باباهاشون مکانیکن یا شغلای مرتبط به ماشین دارن یا اصلا عشق به ماشین دارن، میتونن تو خونه، تو اتاقشون، تو محل کارشون استفاده کنن. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ. Your eyes are fraught with spring.